دوست داری بدونی جورج کلونی فیلمساز معروف آمریکایی تو کدوم شهر ایتالیا خونه داره؟ بیا تا با هم ببینیم. سلام، امروز اومدم شهر که جورج کلونی و کیارا فرانی و خیلی از ورزشکارا و بازیگران اینجا ویلا دارن و تفریحاتشون رو اینجا میگذرونن چون طبیعت خیلی زیبایی داره. کومو شهری در استان لومباردیا در ایتالیا که قرنهاست به عنوان شهر ابریشم معروفه و دلیلش هم تولید پارچه‌های ظریفه که به سراسر جهان صادر میشه. یادتون نره منو سابسکرایب کنید، زنگوله کوچولو هم فعال کنید چون میخوام ببرتون تو کوههای آلپ با بچهای کوه آلپ آشناتون کنم و کلی جای قشنگ دیگه که دوست دارم حتما با هم همراه باشید. بریم با ادامه جورج کلونی، بازیگر و فیلمساز آمریکایی، سال 2002 ویلای اولیاندر رو به ارزش 10 میلیون دلار از خانواده هانس خرید و الان ویلای 100 میلیون یورو میارزه. این ویلای جورج کلونیه که به سمت ساحل غربی دریاچه کومو هست. دور دریاچه تفریحات آبی و پروازی وجود داره. اینجا میشه هواپیما اجاره کرد و به صورت تک نفره یا با کمک مربی پرواز کرد و از اون بالا طبیعت و آرامش رو تجربه کرد. این ویلا اولمو هست که یکی از ویلاهای معروفه و برای شهرداری هست و برای مراسم‌های فرهنگی و هنری استفاده میشه. این ویلا متر 5300 یورو ارزش داره که پارک و گلخونه و مجموعه تنیس داخلشه. مرسی که ویدیو رو دیدید. منتظر ویدیو دیگه من باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدافظ.